پارت 2 ساخت کارتینگ. این سری باید طبق رو درستش کنیم. این طبقی که درستش داریم میخوایم کنیم جناقی دوب نیسته، اصلا یه مدل جدیدیه، حالت مثل جناقی دوب، فقط یه طبق داره زیرش که باید داخل اینجوری به این شکل یه خورده کوچیکترش کنم، به این شکل بره توی بدنه و یه پیچ متری با اینو نگهش میداره. حالا باید گژنپینو که بوش سلند حساب میشه و باید به 2 قسمت مساوی تقسیمش کنیم و روی اون طبق جوشش بدیم که طبق بازی کنه. الان سنگ فرزم خرابه. خب سنگ فرزم خراب هم نیسته، اون صفش حالت رد میده. خب رفتیم بریم گژنپینا رو نصف کنیم و جوش بدیم. خب اومدیم جوش دادیم، نکنم خوب شده، چقدر ولی قابل پسند نشده قدری که راضی باشم ازش. همین دیگه بهتون شکلش نشون بدم. این وسط این گژنپی جای گذاشتم، باید کنارش یه آهنی بذارم جوشش بدم خوب بگیرش. یه حالت مثلا آهنم میذاری جوش میدی، یه حالت بدی میگیره، میدونید. او وسط هم یه ورقه میذارم یا جوشش میدم، یه ورقه میذارم، حالا ورقه میذارم، یه ورقه یه میلی میذارم کوچیک باشه، در بشه کمک فنرا رو بذاریم روش که خوب جمعش کنم. حالا ما پیچ سرمته بوکسی رو زدیم تو بدنه، نگاه کنین خوب گرفته، ولی یه خورده شل میزنم. باید اینا تک خالی بزنیم، تک خال باید بزنیم که خوب بگیرش. حالا اینم تک خال میزنیم، اونم تک خال، اونم تک خال میزنیم. حالا خوب کار از کار نمیگذارم. دوستان من این چند وقتایی که ویدیو نذاشتم، یه هفته و نزدیک 2 هفته ویدیو نذاشتم، آنفلانزا گرفته بودم، بعد جور اصلا نمیتونستم بیام. الان هوا سرده، نمیتونستم بیام. الان اومدم، الان نتونستم نشونتون بدم. دوستان من که میدونم حمایت نمیشم، ولی شما لایک و بزنید. طبق درست کردم برای کارتینگ. خب تجربه و نگاه کن مردانه، تجربه اول نگاه کن چطور مسخره شده و اینا گوشش خالی و اینا. اینم یه خورده بهتر شده، یه خورده، ولی بقدر خوب نشده. حالا تجربه دوم نگاه کنین، اصلا بهتر قبل شده، بهتر قبل. قشنگ جوش خوردم، اندازه‌اشو به سنگ فرز زدم خوب. ببینید ایجاش بچه، ایجاش نکنه یه خورده بچه، ولی او خوب، ای بده ای خوب. دیگه پارت 2 ساخت کارتینگ تموم شد و این پارت طبق سازی بود و پارت بعد انشالله روی سگ دست و سیستم فرمون کار میکنم. بعدش میرم محور عقب. خدا حافظ.